حرکتی که با آن کت را جابجا کرد حسی ترین برخوردی بود که استر در پیوند با لمس یک شی دیده بود. در نرمی حرکت او نوعی محبت مطلق و احتیاط بیکم و کاس با جسمی مادی نهفته بود. استر فکر کرد کسی که اشیا و پاچه ها را به این شکل لمس می کند باید طبعی فوق‌العاده لطیف و ملایم داشته باشد. هوگورست در طول سخنرانی استر در ردیف اول نشسته بود و با دقت تمام به حرفهای او گوش میداد. 150 نفر حاضران در سالن نیز که ورودیه پرداخته بودند با توجه کامل سخنرانی را دنبال می‌کردند. پس از پایان سخنرانی هوگورست رفت طرف استر. با چهره‌ای درخشان هر دو دست او را در دستانش گرفت. با بوسیدن گونه‌هایش از او تشکر کرد و گفت هرگز غریبه‌ای چنین عمیق و با دقت مرا درک نکرده. همهمه و تشویق حواس استر را پرت کرده بود. نمی‌توانست آنچه را گفته میشد دنبال کند. اکنون فقط به چهره قدردان هوگورست می‌اندیشید. وقتی برنامه پس از ساعت 5 پایان یافت، استر کوشید نزدیک هوگورست بایستد. تلاش کرد طوری به نظر برسد که شبیه ظاهر همیشگیش نباشد. پسر هنرمند هم آمده بود. جوانی ریشو، کلاه قلاب بافی شده بر سر، با رفتاری صمیمی و بی‌ادا و اطفال. سخنرانی او را ستود و گفت خوب است هر سه بروند لیوانی آبجو بنوشند. تنها چیزی که استر نیلسون در این جهان و آن جهان می‌خواست همین بود. اگر آن شب می‌توانست برود و با هوگورست لیوانی آبجو بنوشد، زندگیش کامل می‌شد. اما باید به خانه می‌رفت. برادرش که خارج از کشور زندگی می‌کرد آن شب قرار بود همراه پدرشان با او شام بخورد. برادرش سالی یک بار به سوئد می‌آمد. نمی‌توانست وعده را تغییر دهد. هوگو گفت شاید وقتی دیگر. استر برای پنهان کردن احساساتش آهسته گفت هر وقت برایت مناسب باشد. هوگو گفت یک روز بیا کارگاه من. دیویدی هایی را که پیدا نکرده ای بگی. استر با صدایی باز هم آهسته تری گفت هر وقت بخواهم بیایم خبر میدهم. هوگو گفت سخنرانی امروزت واقعا خوب بود. متأثرم کردی. استر پاسخ داد متشکرم، حقیقت را گفتم. هوگو گفت حقیقت همان چیزی که ما هم تو و هم من دنبالش می‌گردیم، مگر نه؟